اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. وزارت امور خارجه میگوید با تلاش سفارت افغانستان در تهران و جنرال کنسولگری این کشور در زاهدان، 23 تن از طالب العلم که برای فراگیری دروس دینی و شهروندان عام افغانستان که برای کار به آنجا رفته بودند و در آنجا زندانی شده بودند آزاد شد و به کشورشان بازگشتند. وزارت صحت عامه میگوید کمپاین واکسین ضد فلج اطفال امروز در 23 ولایت کشور آغاز شد و 217 ولسوالی تحت پوشش این کمپاین قرار میگیرند. این کمپاین به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت و 6.4 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. شاروالی کابل میگوید کار ساختمان اداری ناحیه 18 به زودی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. احمد جان بلال، نماینده دفتر رهبری امارت اسلامی در نشستی که به منظور حمایت از سکتور خصوصی برگزار شده بود، گفت مقام عالی رهبری مالیات بخش سکتور خصوصی را به منظور حمایت و توسعه بخش صنعتی از 4% به 2% کاهش داده است. در مرکز ولایت فرا کار ساخت سردخانه به ارزش بیش از $100,000 برای حفاظت از محصولات زراعتی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. این سردخانه ظرفیت نگهداری 500 تن محصولات کشاورزی را دارد. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزراء در نشستی که به منظور حمایت از بخش خصوصی برگزار شده بود، گفت تسهیلات لازم در زمینه مالیات برای رشد و حمایت از بخش خصوصی فراهم شده است. وی همچنین افزود امارت اسلامی افغانستان در تلاش است تا تسهیلات بیشتری را برای بازرگانان، صنعتگران و به طور کلی برای سکتور خصوصی در کشور فراهم کند. بر اساس هدایت مقام رهبری امارت اسلامی، پوهنتون‌ها، مدارس و مکاتب خصوصی برای سال مالی 1402 هجری شمسی به مدت 1 سال از مالیات معاف شدند.